کمالگرا هستید و صدای انتقادی و سرزنشگر درونتون دائما در حال فریاد زدنه و اگر احساس مسئولیت شدید و بیش از اندازه دارید و برای بیرون کردن احساسات دردناکتون همیشه ذهنتون رو مشغول نگه می‌دارید و البته دائما نگرانید که چطور خودتون و محیط اطرافتون رو کنترل بکنید و روی همه کارهاتون متمرکز هستید و اینکه از همه مهمتر خودشفقتی، دلسوزی و مهربانی با خودت رو برای خودت هیچ معنایی نداره و اختلال در خوردن داری، اختلال اضطرابی داری، اختلال وسواس فکری جبری و البته اعتیاد، شما دچار افسردگی پنهان یا مخفی شدید. پنهان یا مخفی شکل خاصی از افسردگیه که ممکنه علائم واضحی برای فرد هم نداشته باشه ولی همچنان احساس ناراحتی‌های عمیق و بی انرژی بودن رو حس بکنه. افراد با وجود احساس غم و ناراحتی سعی میکنن ظاهر خودشون رو خوشحال و شاد نشون بدن. این افراد ممکن تو جمع خوشحال باشن، بخندن، پر انرژی باشن ولی در واقع درونشون کاملا منفی و احساس ناراحتی داره که این حالت هم میتونه خیلی خطرناک باشه چون که دیگران از درون اون شخص با خبر نیستن و نمیتونن هم کمکش بکنن. افسردگی پنهان در واقع همون افسردگی معمولی و همون علائم رو داره، اما یکی از دلایل مهم این افسردگی کمالگرایی یا ایدئالگرایی میتونه باشه. کمالگرا به هدفها و استانداردهای بالایی که برای خودشون تو زندگی تعیین کردن نمیرسن، احساس شکست و بی‌ارزشی میکنن و همین احساسات منجر به افسردگی پنهان میشه چون ممکنه نخوان که ضعف خودشون رو به دیگران نشون بدن و برای حفظ ظاهر هم که شده همیشه خودشون رو خوشحال و موفق نشون میدن و این مسئله رو سعی کنیم همیشه دقت بکنیم که اصلا افسردگی جنسی از غم نداره. افسردگی جنسش از خشمیه که خود ما بر علیه خودمون چرخوندیمش. حالا در آخر میخواستم کتابی رو به شما معرفی کنم در مورد افسردگی نهفته به قلم خانم مارگارت رابینسون رادفورد، ترجمه خانم بهناز همتی.